سلام دوستای عزیزم، به ریتم آشپزی خیلی خیلی خوش اومدید. من امروز میخوام طرز تهیه مربای هویج بسیار خوشرنگ و خوش‌طعم رو آموزش بدم. بریم سراغ مواد اول. هویج 1 کیلو، دانه هل 7 تا 8 عدد، جوهر لیمو 1/4 قاشق چایخوری یا آب لیمو 1 قاشق غذاخوری، شکر 600 گرم. خب حالا بریم سراغ تهیه این مربای بسیار خوشمزه‌مون. بهتر که از یه ظرف لعابی استفاده کنید. اگه در دسترستون نبود از یه ظرف استیل هم میتونید استفاده کنید. با رنده درشت ما میتونیم این در واقع هویج‌هامون رو رنده بکنیم. برای مربای هویج بهتره که رنده بکنیم، یعنی تیکه تیکه کردنش زیاد جالب نمیشه. خب من برای اینکه زیاد درشت نشه به صورت عمودی رنده میکنم. همین حد برامون بسیار هم عالیه. خب الان همونطور که میبینید همه هویجا رو رنده کردم و بعد میرم سراغ آب. آبی که براش اضافه میکنیم برای هر کیلو هویج حدوداً 4 لیوان کفایت میکنه تا به خوبی پخته بشه. حالا میذاریم روی اجاق گاز و حرارت رو بالا میبریم تا به جوش بیاد. دوستان دقت داشته باشید که توی این مرحله به هیچ وجه شکر اضافه نکنید، چون باعث تیره رنگ شدن هویج‌هاتون میشه. اگه شکر رو اول کار بهش اضافه کنیم به محض اینکه میخواد بجوشه باعث تیره رنگ شدن در واقع مرباتون میشه. دوستان به محض اینکه به جوش اومد و همونطور که میبینید کفایی روش جمع میشه که اینو اگه توی این مرحله جمع نکنیم باعث میشه که مربامون دیگه شفاف نباشه. بنابراین توی این مرحله کاملا کفا رو از روی مربا جمع میکنیم تا یه مربای بسیار خوشاب و رنگ و شفاف داشته باشیم. دوستان برای پخت مربای هویج ما ابتدا شعله رو بالا میبریم که خب به جوش بیاد. بعدش شعله رو همونطور که میبینید پایین میاریم تا به آرومی پخته بشه. ولی بعد اینکه دیگه هویج‌ها پخته شد، شما اگه دیدید که آب اضافی داره همونطور که تو تصویر میبینید دما رو بالا میبریم تا آبش کشیده بشه. و بعد اینکه آبش یک مقداری کشیده شد و به این حد رسید ما شکر رو میتونیم اضافه کنیم. اگه شما شکر رو زودتر اضافه میکردید باعث میشد که مرباتون تیره رنگ بشه، چون اگه شکر بیشتر از حد داخل مربا بجوشه باعث تیره رنگ شدن این مرباتون میشه. به علاوه شکر خودش هم یه مقداری آب میندازه و تا بیاد به قوام لازم برسه شما مجبورید زمان بیشتری مربا رو روی شعله گاز نگه دارید که این هم باعث تیره رنگ شدن بیشتر مرباتون میشه. خب حالا همطور که تو تصویر ملاحظه میکنید من چند تا شکاف روی دونه های هل میندازم تا طعم بهتری رو به مربامون بده و داخل مربا اونا رو هم میزنم و اجازه میدم تا مربا به اون قوام لازم برسه. همونطور که تو تصویر ملاحظه میکنید شکرم به اندازه کافی آب انداخته و ما منتظریم که به قوام لازم برسه. دوستان ببینید یه تست میکنیم به این حد از قوام که برسه آماده هستش که ما جوهر لیمومون رو بهش اضافه کنیم. 1/4 قاشق چایخوری جوهر لیمو یا اگه نداشتید آب لیموی تازه 1 قاشق غذاخوری مانع شکرک زدن این مربامون میشه. خب همونطور که تو تصویر ملاحظه میکنید دیگه تقریبا مربامون آماده شده. ما نمیخوایم زیاد بجوشونیم زیاد غلیظ نشه، به خاطر اینکه بعد اینکه شعله رو خاموش کردیم بعد دماش افتاد یک مقدار دیگه مربا خودش به قوام و غلظت میرسه. الان دونه های هل رو من خارج میکنم و مربامو داخل ظرف سرو میکنم. به مربامون آماده شده. ببینید بسیار بسیار خوشاب و رنگ شده، بسیار هم خوش طعم هستش و بسیار هم شفاف. دوستای عزیزم امیدوارم که از این برنامه خوشتون اومده باشه. حتما سعی کنید این مربای بسیار خوشاب و رنگ رو درست بکنید و همراه خانواده‌تون ازش لذت ببرید. اگر از این برنامه خوشتون اومد لطفاً با لایک و سابسکرایب منو حمایت کنید و این ویدیو رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. تا برنامه دیگه خدا نگهدارتون.